که شما دارید این چیزا نمیشه، این چیزا حرام است. رسول الله خبر دادن که همین یعنی میت تابوت بسیار وزنین است. بعد گفتن یگا گناهی داشته شد. بعد همسرش فریاد کردن گفتن که این همسر چی داشت؟ یگا خطا داشت. وقتی که تشنه مونده میآید پیش یعنی درنش میگه یک کاسه آب بیار، یک کاسه آب میاره در بالاش چندین خسه میپرتاید. ببینید چنان خداوند پیغمبری علیه السلام کودکان را نوازش میکردن. حضرت عمر در دوران خلیفگیش میدید کودکان را همون چیز از فرزندکات، از دختران، از خداوند دامادات میگیری. کما تدین و تدان میگد در جوانی سعی کن، گر میخلل خواهی عمل میوه به نقصان بود از باغی بری نوبر است. سیری انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، حمدم بر خداوند را که قد بعددی قطرات باران و برگی درختان و حمدم خداوند را بعددی ریگی بیابان و دورهای زمین و آسمان و حمدم خداوند را بعددی ستارگان و کفکی دریاها. الا دلا این نقشی عجب بر دری دیواری وجود، هر کی فکرت نکند نقش بود در دیوار. تا قیامت سخن در کرم و قدرت اوست، همه گویند و یکی نگفتن نآید به هزار. مکرم است به نامی تو افتتاحی کلام، تبارک اسمک یا ذوالجلال و الاکرام. و بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را، و رحمان و رحیم نصرت قرین گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زان کی بخشنده عصیان بجز الله نیست. هر کی نامی بسم الله را با جان و دل تحقیر دار، هر کی بسم الله گوید در جهیمش جای نیست. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. بعد از حمد و ثنا سلام و صلوات خداوندی باد بر خاتم الانبیاء و المرسلین، حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم. نام شما عزیزترین باد در دنیا یا محمدا، ز بحر ما گنهگاران در قیامت شفاعت نما. بعد از حمد و ثنا و صلوات محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم، رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اولا اهل این خاندان را به مناسبت فرارسیدن توی سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم و به مرزا عباس و به این دامادی امروزه ما و شما اله خداوند بخت و سعادت و آن دعاهایی که حضرتان و بزرگان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن، ما هم چنین دعا میکنیم. اللهم بین الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. خداوندا ما
محبت پیدا نما با این دین دو نوجوان چنان محبتی که بین آدم و حوا پیدا کرده بودی. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. خداوند محبت پیدا نما، آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبری پیدا کرده بودی خداوند بین آنها پیدا نمایی. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. خداوند بین آنها محبت پیدا نما، آن محبتی که بین یوسف و زلیخا پیدا کرده بودی. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. خداوند محبت پیدا نما، آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بودی. خداوند در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودت اله کرامت نمایی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات، بخت و سعادت خواهان هستیم و مهمانان گرامی قدر و این خاندانی مبارک خوش آمدین. نوری دیده تاج سر، مهمان که عطای خداوندی است. البته آن ناز نعمت‌هایی که بر شما آراستند می توانید انشاءالله کمتر تلاول کنید و برای سخن کردن خدا خواهد در رفتی معرضه، یعنی هر که سخن‌های نادرست گفتن داد گفتن خودداری کنیم. 1 ساعت مقرری به شما عزیزان شما خدا خواهد که موضوع ما درباره خدا خواهد دامادو یعنی عروسی امشب است. خدا خواهد در این باره کمتر باشدم از توصیه های آیه های قرآن، از توصیه هایی که پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم و آن توصیه ها و آن زن هایی که اصحاب کرام انشاءالله داشتن به شما عزیزان انشاءالله هم صحبت می‌شویم. ازدواج، خانه‌دار شدن، محترم جماعت اسلام، برای انسان ها این پیداوار زندگی است و واسطه ازدواج خدا خواهد، با واسطه نکاح انشاءالله دو مرد یک زن انشاءالله چیکار میکند؟ انشاءالله حیات برقرار میکند. معنای ازدواج چی است؟ از خود انشاءالله مهر و محبت و از خود فرزندهای صالح و صالحه نسل گذاشتن این ازدواج است عزیزان من. این ازدواجی که ما و شما داریم این امروزه نیست. از دوره های خدا خواهد حضرتی آدم تا دوره های خاتم محمد صلی الله علیه و سلم این ازدواج ادامه دارد. چون که پیامبری بزرگوارم محترم جماعت حضرتی آدم علیه السلام هم خدا آفریدش قرار نگرفت. خدا از تدبیر کرد از قلقه چپی آدم انشاءالله ما با هوا را آفرید. به سبب آفریدنش چیکار کرد؟ یعنی انشاءالله خدا خواهد آدم قرار گرفت. از آدم تا خاتم این ادامه تا قیامت هست این ازدواج، این خانه‌دار شدن، این آیله برپا کردن چیز مقدس ترین برای ما شما حساب بشود. چون انسان وقتی که به بلاغت میرسد در سن بلوغی چی است؟ یعنی که در کودکی احتیاج به طاعت ناز و نعمت که میشود در عین بلوغات هم ازدواج به خانه داشتن چی جوان پسر چی جوان دختر است خدا خواهد ازدواج شدن انشاءالله خدا خواهد چیکار میکنند؟ حرکت میکنند. چون که این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. رسول الله گفتند النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. یعنی این نکاح سنتی من است، کسی که از سنتی من انشاءالله رو گرداند وای امتی من نیست. ولی ما امتی برای محمد شدن باید که خدا خواهد ازدواج شویم، باید که خانه دار شویم انشاءالله. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم یعنی در سخن مبارکش گفتند حب بین دنیاکم از ثلاث، یعنی نقد دیده شد از دنیای شما برای من 3 چیز. پیغمبر علیه السلام 3 چیز از دنیای ما شما دوست داشتین خلاص. یکیش این است انشاءالله خدا خواهد نماز و یکیش خوشبوی عطر زدن و یکیش انشاءالله ازدواج خانه دار شدن است. این سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری بزرگوارم چیکار کردن؟ این سنت دوست می داشتن. ما همین باید سنت دوست داریم، باید خانه داشتیم، آینده برپا کنیم، در آینده فرزندهای صالح و صالح انشاءالله خدا خواهد از خود چیکار کنیم؟ انشاءالله یادگاری مانیم، یعنی یادگاری مانیم. ولی البته خدا خواهد این
خانه‌دار شدن انشاءالله ادامه میده تا قیامت. بعضی خداخواد انشاءالله خصلت‌هایی که جوان‌ها دارن، بعضی خصلت‌هایی که انشاءالله برای زن‌ها میشود به شما عزیزان انشاءالله قدر امکان توصیه میکنیم. البته باید که مرد انشاءالله خداخواد زن حرمت کند، زن باید که انشاءالله در اسلام مرد حرمت کند. هرچه یا دیگرش حرمت کردنش عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون که پیغمبر بزرگوار دوست می داشتن. محمد مثال دوست داشتن زی دنیا سه چیز: نماز و عطر و زنهای با تمیز. میگن محمد در دنیا سه چیز دوست می داشت. چیا؟ نماز، خداخواد، عطر زدن، زنهای با تمیز دوست می داشت. ولی شما خداخواد در وقت ازدواج انسان خداخواد انشاءالله باید که همسرش انتخاب کند. انسان خانه‌دار میشد برای خداخواد چهار چیز، سه چیز: یکم مالش، جمالش، برای دینش. پیامبر علیکم بذات دین، شما دیندار گیرید، چون که به سبب دینش الله سبحانه و تعالی زیبایی هم این خدمت هم همه چیز که میکند انشاءالله خداخواد بجا میارد. ولی همین خداخواد انشاءالله و البته انتخاب زن کردن در خداخواد خطا نکنید. در اسلام محبت بستن نزدیدن خطا نیست. شما میتوانید خداخواد و دختر یک بار بینید با وی میشکنید محبت مونید، یکی امروزه عشق ورزی‌هایی که شما دارید این چیزا نمیشد، این چیزا حرام است. عشق ورزی‌هایی که شما خداخواد شب و روز پیش دیوال و کوچه به کوچه و خداخواد انشاءالله و همکذا و دست قپک و این در اسلام حرام است. عزیزانی من یک بار میبینی خداخواد انشاءالله، یک باری که دیدی معقول کردی تا حد نکاح شدن خودداری میکنی. تا وقتی که انشاءالله عقدی تا نکاح نشود او زن برای شما حلال نمیشود. که خداخواد با واسطه دو گواه که میشود چکار میکند خداخواد بعد انشاءالله خداخواد چکار میکنه شما او زن برای شما حلال میشه. این فاتحه، این فلان، این پستان، این نکاح نیست. عزیزانی من هوشیار باشید. اسلام خیلی نیست خداخواد. اسلام باید که با خداخواد نگاه صحیح، یعنی با عملهای خوب که شما نزد مردم با یک تنتنه های زیبا انشاءالله خداخواد خانه داشتن برای خودتون مناسب بدید. ولی ما شما وقتی که عقد نکاح میشه در شریعت خداخواد حکم های شرعی است. حکم افتگید در باره خداخواد مرد، در باره انشاءالله زن چندین حکم ها است. من این حکم ها را برای شما خداخواد بیان میکنم. یکم خداخواد من ما شما مهر میبندیم. برای مرد خداخواد مهر میبندیم. بعضی مهری نخت، بعضی مهری نسیه میشود. نقدش باشد در همون جای خداخواد به ادا کنند میشود. وقتی که نسیه میشود در آینده خداخواد در گردن مرد این قرض میشود. البته این قرض باید که ادا کند. اگر این ادا نکند پاکن در پیشگاه خدا جواب میدهد. من دوره‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک میت آوردن بسیار چی بود؟ میت وزنی. رسول الله خبر دادن که همین یعنی میت تابوت بسیار وزنین است. بعد گفتن یگاه گناهی داشته شد. بعد همسرش فریاد کردن گفتن که این همسر چی داشت؟ یگاه خطا داشت. گفت همسر من گفت حقی مهری من نداده است. من میخوام که حقی من ادا کنی. حتی پیغمبر السلام گفتن که یعنی بگوهی پیغمبری من بگوهی انشاءالله خدا الله سبحانه و تعالی همین حق مهر دکتر گفت که نمیگذره. گفت حق مهر چند پول است؟ گفتن چار گفتن یعنی دینار است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خلاص کردن همون جوان همون لباسی یعنی ریداش نگرفتن دادن فروختن همون پول خداخواد آورده چکار کردن؟ خداخواد چکار کردن؟ ادا کردن همون زن دادن. اینه حتی گفتنش که یعنی وقتی که اگر تو راضی میشدگی باشی الله سبحانه و تعالی و عوض این مهر در جنت قصرت بنا میکنن. حالا این زن که بسیار انشاءالله به علم بوده است گفتن من نسیه را بنخ خالش نمیکنم. نسیه را بنخ خالش نمیکنی باشی نباشی گفتن چیکار کنین؟ آورده حقش ادا کنین. حقش ادا کردن بعد جنازه‌ش خوندن اون مرد به خاک سپرد. تا چی اندازه در اسلام حق مهر چی دارد؟ اعتبار دارد عزیزانی من. این حق مهر حق شیر نیست ایاد نبراره. این حق مادرش نیست، حق خواهر و پدرش نیست. این حق همون زنی است که
مخصوص اسلام برای چیکار کرده است؟ این دنید مهر برآورده است. این مهر خدا خواهد برای جمالش، برای دختریش، خدا خواهد برای نسبش، برای وش علامه کلیشی است از طرف خدا خواهد حق سبحانه و تعالی، یعنی در قرآن عظیم شد امرش دگید حکم است. ولی شما جوان عزیز خدا خواهد این یعنی چیزا یعنی مهر ادا کردن حرکت کنید. یکی دیگرش انشاءالله محترم جماعت چی است؟ یعنی یکی دیگرش عبادت کردن است. اگر یکی حق شرعی چی است؟ باید که بچه را دخترم اگر عبادت کند، باید که الله سبحانه و تعالی را شناسد، نماز کند، روزه گیرد خدا خواهد، اگر مرد باشد زکات دهد، حج کند، خانه کعبه را طواف کند، یک ماه روزه ماه شریف رمضان دارد. زن باشد چیکار کند خدا خواهد؟ در سرش رومال پرتاید، حجاب کند. این فرض الهی است. دیگه وظیفه های حق زن و شوهر چی است؟ حرمت کردن یکدیگر است، یعنی خدمت کردن یکدیگر است. شما مردا یک ساعت یاد نبرید. الله سبحانه و تعالی روز قیامت بینید در محکمه سودش مردها را از حق چیش میپرسد؟ پدر یعنی مادرش میپرسد. بعد خدا خواهد شناختن عبادت الله سبحانه و تعالی. زنها را باشد روز قیامت الله سبحانه و تعالی بعد از طاعت عبادتش از حق شوهرش میپرسد. اگر شوهرش راضی باشد الله راضی میشود، شوهرش ناراضی باشد الله ناراضی میشود. زنها خدا خواهد از یاد نبرارند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ایو امرأة ماتت و زوجها عن راض دخل الجنه. کدام زنی که از دنیا وفات میکند اگر شوهرش راضی باشد البته جای به جنت است. از یاد نبرید که رضوان فی رضای زوج، راضی خدا در راضی شوهر است. و غضب الله فی غضب الزوج، غضب خدا چی است؟ در غضب انشاءالله شوهر است. یاد نبرید. یعنی زنها شما آگاه باشین، هوشیار باشین. انشاءالله الله همین مرد برای شما نعمت کرده داد. این حرمت با عزت خداوند در قرآن عظیم شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء. میگه ما مردها را تربیت کننده آفریدیم در بالای زن. یعنی خدا خواهد پرزیدنت خانه، راهبر خانه کی است؟ انشاءالله خدا خواهد مرد است. باید که مرد چی باشد؟ تربیه‌گر باشد. باید همسرش خدا خواهد انشاءالله تربیه های خوب تیاد، تربیه های بهترین تیاد. این نعمت بهتر از تربیه نیست. بودم رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که فرزند خوب بشود خدا خواهد، همسر خوب شود انشاءالله خدا خواهد سعادتی خدا خواهد دو دنیا نمیرسید. شما از یاد نبرید. من دوره‌های انشاءالله پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم همسراشو چقدر دوست داشتن. حتی خدیجه مادر بود. از رسول الله خدا خواهد 15 سال کلام بود. رسول الله 25 ساله بود. خدیجه مادر بود 40 ساله بود. چنان مهر و محبت که داشتم دختری خانه هم نداشت. چی گفتی دادم؟ چنان مهر داشتم، چنان یکدیگر را دوست می‌داشتم، چنان یکدیگر را عزت می‌کردم که حتی بعد وفات خدا خواهد مادر و خدیجه رضی الله تعالی عنها سال ماتم اعلان کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حتی بعد وفات خدا خواهد خدیجه مادر بودم هر روز ذکری چی را میکرد؟ خدیجه را میکرد. هر روز ذکرش نمیکرد. حتی عایشه صدیقه مادر بود میگد هر روز پیغمبر نبود روزه که یک بار خدیجه را به یادش بیارد. میگد من غشیم آمد. بعد میگه رسول الله بود میگد آخر یک پیرکی بود برفت. از بینم بودن به یاش اومد. چونکه حضرت خدا خواهد عایشه مادر اون 2 سالگی نه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیز دیگه یک جایش دیگه گفت که هرگز نداد از خدا. اون مهر و محبت بده که نسبت خدیجه به من داد و یگان کس دادگی نیست. تو خیلی نگو گفت چنان میگد رسول الله در غضب شد که حتی موی مبارکش میلرزید. گفتن از همون سال من توبه کردم که دیگر خدیجه را گرده نمیکنم. اینه 6 فرزند الله سبحانه و تعالی از کی داد؟ از خدیجه مادر داد. همچنان مهربان بودن، یکدیگر را دوست می‌داشتن و وصیت یکدیگر کار می‌کردن. یکدیگر خدا خواهد مهر داشتن، محبت داشتن به یکدیگر. ببینید عزیزانی من، ببینید شما همون محبتی که محمد علیه السلام کرد ما هم خدا خواهد ان شاء الله اون محبت را به جا بیاریم. اون محبت ها، اون حرمت ها بابایا را پیدا میکنن پیغمبر در میگید کی انسان دوست نمی‌دارد؟
اگر ما شما نسبت زنها چنان معاملات داشته باشیم، البته انشاءالله یکدیگر دوست می‌دارند. محبت در دست دو انسان است. اگر دو انسان یکدیگر خدا دوست دارند، انشاءالله خدا خود عالم گلستان است. من صحابه را زناش رو برای شما میارم. زنهای صحابه چنان خدا دست بدن که از ما مردکان بلندتر از خدا میترسیدن. وقتی که اگر مبادا مردکاش ای مسجد بیاید، یگانه سوال میکردن ای کم آیتا حفظت من القرآن کریم. بگوی زنک مردک جان بگو چند آیت از قرآن کریم یاد کردی گو. کم حفظت حدیثا من رسول الله صلی الله علیه وسلم. چند حدیث از رسول الله یاد کردی؟ همین من نگو، دیگه چیز نگو. من امسال تعریف نکردم، من مواد دنیا تا اخبارات دنیا نده. برای من گو که چقدر خدا خواهد انشاءالله چی؟ یعنی آیت یاد کردی، چقدر حدیث یاد کردی، همین سه برای من گو. اینی یا که مثلا صحابه شوهراش مباد اگر کار میرفتن چیکار میکردن؟ در حد آفتاب میستادیم که شوهرم در کوچه در آفتاب گرما کار کند و من در سایه شیدم. این چی انصاف میشود؟ تا چی اندازه بینید؟ الحمدلله تا چی اندازه انشاءالله خدا خود چیکار میکردن؟ صحابه و زنهاش خدا خود یعنی حرمت میکردن. وقتی که از کوچه میگه شوهراش میومدن چنان میدیدن میگه پیشی، یعنی شوهر گویا که ماه و سالها ندیداشن دیگرن. دستای پیشتای دستای شوهراش میگه بوسه میکردن و چشماش میمالیدن. شوهر میسنمان از این کار اومدی بینید تا چی اندازه خدا خود چی داشتن؟ مهر داشتن، تا چی اندازه محبت داشتن. رسول الله من خوشبختترین زنهای جنت برای شما گفتم گوید یا رسول الله گفتم کی از خوشبختترین زنهای جنتی است؟ آنانی که گفتن چیکار میکنند؟ فرزندهای خوب به دنیا میآورند. آنانی که گفتن یعنی در وقتی گفتن شوهرش مبادا اگر جنگ و جنجال شود چی میگد؟ من میگد افکار دیگر نمیخورم تا که شما افکار بخورید. تا چی اندینا میگه زنهای بیشتی هستن. ببینید یعنی قهر نمیکنن، کینه نمیگیرن، عداوت نمیکنن. اسلام نه چیزا نیست برادر اهل اسلام. اسلام نه خیلی کینه ها، این خیلی عداوت ها، این چیزا خدا خواهد نیست. باید که زن شوهر دوست دارد، انشاءالله شوهر خدا خواهد زن دوست دارد، یا دیگر دوست داشته با مهر، با محبت، با اخلاص انشاءالله خدا خواهد چیکار کند؟ زندگی کنند. چون که زن از قلبه چپی ما شما آفریدشتگی است. یعنی قلبه انشاءالله خدا خواهد ما راست کردن نمیتونیم. البته زن کمبودی ها دارد، خطاها دارد، ما باید که اصلاحش کنیم. در دوره‌های حضرت خدا خواهد عمر بود، یک مرد برای خدا خواهد زنش چی؟ از این زنش شکایت اومد. وقتی که شکایت اومد پیش یعنی حضرت عمر گوش کردن که حضرت عمر با زنش چی دارد؟ جنجال دارد. بازنش امسال گفته است تو اگر خدا خواهد چون که وای پریزیدنت بودن 1400 دولت نه پریزیدنت بودن. گفتن خونه نمک ندارد، چای ندارد، دیگر ندارد. تو من یعنی مرد گفته میکردی و ها کذا دیگر دعوا کنی سرزنش کردن. لیکن انشاءالله چیکار کردن؟ البته انشاءالله خدا خواهد وقتی که آدم گوش کرد گفت که زنی من از زنی حضرت عمر بهتر است. این قدر این خلیفه که بزرگ است، این قدر این سرزنش دارد، همین قدر خاموش دارد. من از این دفعه خاموش بازم. از این دفعه خدا خواهد من شکر کنم. رفته سعادتن که حضرت عمر از آینک دیدن شد. از آینک دیدن گفتن چی گپ است؟ چی گفتن کار است؟ برای یکون شکایت اومدی؟ گفتم من شکایتم همین است که برای چه شما آمدم که همسرم گفتی من نمیکند. وقتی که من گوش کردم که همسر شما از یعنی زنی من بالاتر شما را دو دارد و دارد، من گفتم با زنی من خوب تبل است. من گفتم برادر گوش کن. سبب که گفتن زن برای چی؟ ما شما گفتن از کارهای بد باز میدارد. زن برای شما گفتن نان میپزد. زن برای شما چیکار میکنن؟ لباس میشوید. زن برای شما خانه میروید. انشاءالله خدا خواهد زن چندین انشاءالله کارا را اجرا میکنند گفتن. یعنی گفتن اینا شد حساب نمیکنی؟ فقط حساب میکنی که یک کاری خدا و دیگر پیش نه. چقدر در خدمت ما، چقدر در خدمت تو هستن شب و روز فرزند و دنیا میارن گفت ایناش حساب نمیکنی؟ ایناش هم گفت با حسابی گفت. البته گفت زن انشاءالله چکا کن؟ یعنی حرمت کن.
حضرت مولا میگه زنی فرمان برداری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی فرمان بردار باشد، زنی اکونومیست باشد، خداخواد پول مال بسیار صرف نکند، اکونومیک بلند کند، مردی کم بغل انشاءالله خداخواد بای میکند. همه روز غم خوری غم مدار که یاری موافق چو یاری موافق بود شب در کنار. روزا اگر چقدر آدم ها خداخواد غم تیم دیگرت کنند، غم نخور، چون که یعنی غمگسار اگر دردمگر باشد. مثل حضرتی یعنی امام احمد که صاحب یک خداخواهی است، انشاءالله خداخواد مذهب است. همین همسرشو وقتی که شوهرشو از کوچه می اومدیم زنشو میپرسیدن مردک خدر امروز خفه هستی برای چی است؟ اگر برای دنیا بود یک فاکه کفایت که نمیده است. وقتی که برای آخرت همین من است، از خدا میترسون پگه خیستن است، جواب دادن دیگر بود زادک الله، خدا هم تا زیاده که نمیده. چنان زنها بدن بیده، چنان زنها در این که میارد خداخواد روایتان در یک مرد از کوچه تشنه مونده میآید، بسیار تشنه است. وقتی که تشنه مونده میآید پیش یعنی زنش میگه یک کاسه آب بیار، یک کاسه آب میارد، در بالاش چندین خسه میپرتاید. وقتی که خسه میپرتاید یعنی مردک آهسته آهسته آب مینوشد. بعدی آب نوشیده شدن بعد میپرسش که زنک برای چی این کار کردی بالای ده چندین خسا پرداختی؟ من وقتی که دیدم که شما بسیار تشنه بودن، اگر این آب خداخواد خنک بود میخوردن یعنی چی جگری شما درد پیدا میکرد. من نخواستم که شما آزار کشید. بینید زنها را چونی خداخواد در اسلام انشاءالله زنها هست. من یک زن بینید در روایت ها هست بسیار شوهرش خدمت میکنند، بسیار بسیار، حتی پیاله شفته میتیش، کاشقه شفته میتیش، همه چیزا شفته میتیش. مردک از یعنی زیبا خوردن در روز ستاره را میبیند. بینید در روز ستاره را میبیند. بعد یک روز پیش زنش تعریف کرد که زنک جان من در خدا هم چنان کرامت داده که آدمایی که در شب ستاره را بدون میبینن من در روز میبینم. میگن مردک آخر تو شکر که این خدمت من است. من تازه را شفته میتی برای تو، پیاله را شفته، خاشقه شفته، من تازه کرده داده سازموت تا الله سبحانه و تعالی گفت این درجه داد. گفتی نه گفت این گفت با خدمت خود نخواب نباشم گفت. بعد پیاله ناشفته دادش، کاسه ناشفته دادش، خاشقه ناشفته دادش. در این حالت بود که خداخواد روزکی هم کلدا میخوده ایشید. بعد دو زنه گفت میبخشی، گفت این خدمت خودت است. این خدمت خودت بوده که من در شب نه در روز ستاره را دیدادم. بینید خدمت زن بسیار انشاءالله خداخواد بلند است. اگر خداخواد انشاءالله یعنی زن دائم خداخواد پیوسته به طاعت و به عبادت باشد. زندان قاضی میگه به که بینی در خانه به ابرو گیره. میگه زندان قاضی خوبه که در خانه بیایی و زنه قواقاش گرفتگی باشه. زمان خداخواد انشاءالله معامله خوب نکنه. از باید نمیگه زندان خوب است. زنی فرمان برداری پارسا باشد خداخواد این جنت شما است. اگر ناپارسا باشد خداخواد این در دنیا دوزخی ما و شما بشود. زنهار از قرینی و زنهار ربنا وقنا عذاب النار. حضرت ابن زنهار گفتن از همسرای نادرست. زنهار گفتن ما را از آتش دوزخ خلاص گردون. بینید تا چه اندازه خداخواد انشاءالله چی است؟ تا چه اندازه خداخواد باید زنها خداخواد باشد، باید زنها خداخواد چیور باشد، باید زنها حرمت کنند. در زمان حضرت عیسی یک زنی که دارای خصلت چی داشت؟ پیغمبر داشت. دورای حضرت اسوندا یک زن زندگی میکرد، سه خصلتی خوب داشته است. از سه خصلتش الله سبحانه و تعالی صاحب کرامت کردگی بوده است. یک روز نون میبندد، خمیر میکند. وقتی که خمیر میکند نان میبندد، نان بستن بعد وقتی عبادت میشود یک کودکی خرسان در دست پیش تنور، همون زهاد عبادت چشما میکند، ترک میکند. کودکش تر میکند، ناناش در تنور بستگی عبادت سر میکند. شیطان میآید میگه که بچه در علاق غلطید، اعتبار نمیدید. شیطان گوش بچه میتابد، اعتبار نمیدید. بچه را میگیرد در تنور میاندازد.
شیطان تا چه اندازه ما شما را از نماز داشتن، از عبادت الهی، از ذکر داشتن سعی و کوشش میکند. وقتی که شوهر از کوچه می آید که یعنی کودک در دلی تنور لخچه ها را مثل سنگچه بازی دارد. حیران شد، دید که زنش عبادت دارد، تنور نان پختگی، کودکش در دلی تنور سنگچه بازی دارد. دورا حضرت اسلام نشنیده است. حضرت عیسی رفته دیده آورد، گفتن بیا، گفتی حضرت، گفتن همین کرامت ببین، این چی هست؟ اینه بین. حضرت عیسی هم دیدن حیران شدن، گفتن که این یک خصلت دارد میزن. بعد عبادت فارغ شدن، بعد از زن پرسیدن کدام عملی که داری که الله سبحانه و تعالی خصلت داده است؟ گفتن من 3 عمل دارم. یکم گفتن آن چیزی که خدا به من داده شکر میکنم، قناعت میکنم، طاقت میکنم. دویم دائم کاری وقتی که الله پیش می آید کاری دنیا را ترک میکنم. وقتی عبادت که اومد مثال این کارا بود من ترک کردم، عبادت مخلاقت داخل شدم. سیم میگن من به طهارت نمیگشتم، دائم به طهارت میگردم. حضرت عیسی گفتن که قسم به خدا که این خصلت پیغمبر است، اگر تو پیغمبر میشدی و این خصلت چی میشدی؟ انشاءالله خداوند پیغمبر میشدی بود. خصلتی که میگه دارای پیغمبری است. ببینید چونکه ما شما زنها به شکرگزار باشد آنچه ناز و نعمتی که خدای تعالی داده است. گاه ها مرد یک خلال پولدار دادگی است، گاه ها بعضان مردی بے پول میتید. همیدم چی در کار؟ صبر در کار برادران، طاقت در کار. خداوند این زنها صدای من شنوند. در راه مرد خداوند طعنه نکردن در کار، در طعنه نزدن در کار. پیغمبر گفت که کدام زنی که مرد شوهر شکوه که من از تو هیچی ندیدم، همین من خانه داشته هیچ روزی خوبی، یک لباسی خوب و چیز نخوردم بود، 70 ساله تا عدیباته چه خدا بیکار میکند. زنها هوشیار شوند خداوند انشاءالله. گاه ها میشود مرد چی میشود؟ خداوند بی پول میماند، گاه ها خداوند دستی خالی میآید. یک روایت است خداوند یک انسان خاندار می شود، دائم بگاهی دست و پولی ناز و نعمت می آید، زنش به یک خداوند خوبی چکاش میکند؟ قبولش میکند، به یک خوبی پیشنهادش میکند. یک روز چی می شود و کارش برار نمیکند؟ بارش برار نکردن بعد خداوند دستی خالی می آید. زنی که برای چیز چاره و شوهر میگفت یک باره میبیند و میگد مردک یک چشمت کن بود از دو. گفت ای زنه که نادان گفت تا ایوز تو چشمی من ندی دادی، اگه تو امروز دیدی که چشمی من یک تش کور بود است، بارد قسم به خدا که گفت هر دی چشم کور بود است، گفت که طوری ناشکر زن من مبتلا شده. نزاد نبرار این حیات است، گاه مرد بیمار میشود، گاه ها کارش برار نمیکند. این زندگی پست و بلندی دارد عزیزانی من. زندگی هر روز آش نمیخری، هر روز گوش نمیخری، هر روز خداوند انشاءالله گوسفند نمیخری. گاه ها میشود اون نکاح خوردن هم تو نمیآید، گاه ها میشود خداوند چای خوردن هم تو نمیآید. همش نه صبر و طاقت میکنیم، انشاءالله خداوند به درجه بالاترین انشاءالله خداوند میرسیم. الان نمیرسیم به درجه بالاترین. من برای کلمه یکچند توصیه که بزرگان اسلام کرده هستند خداوند خانه داماد میان من خاطر رسان میکنم خداوند انشاءالله. البته خواهر عزیز وقتی که این خاندان آمده انشاءالله خداوند این طبیعت اکن دیگرگون است. یا نمی خانه خود تو دیگر بود، خانه اینجا اکن دیگر است. وقتی که اینجا میای انشاءالله خداوند باید با همین طبیعت همین خانه تیستر خداوند آشنا شدی. تیستر انشاءالله خدا خواهد چکا کنی و یعنی طبیعت خانه خداوند همیشه بجا بیاری. البته یک چیزی که پدر و مادر تو دوست نداشتی پدر و مادر همین دوست دار، چون اسلام ده 4 تکبیر است، یعنی پدر و مادر خودش، پدر و مادر انشاءالله خداوند یعنی عروس هم پدر و مادر است. رسول گفتن پدرهای شما 3 هستند، زیاد نبراریم. پدری که شما به دنیا آورد، پدری که پدر عروس است، پدری است که چی است؟ صاحب کسب و صاحب علم است، این هم پدر حساب میشود. وقتی که خداوند دختر جان در این خانه اومدی البته چقدر که پدر مادر تا دوست می‌داشتی همون خیلی پدر مادر تا دوست دار، همون خیلی پدر مادر هم دوست دار، خاله و عمه و تاغا و بها کداش خداوند همچو خالت همچو عمت همچو تاغا دو.
من این دامادم توصیه میکنیم که خداوند از این روز عبارت شما من تصور کنید گویا که ما عالیش بشیم خلاص یا نمی. یعنی خداوند این بچه او بچه او خانه میشود، این دختر خانه این دختر میشود خلاص. ولی بعضی نوجوان مرده که زنش خداوند پدرش مادرش خواهرش حقارت میکنند. از یاد نمرو که نزد اسلام گناه بزرگ است. خود مادری خود حقارت کرده هستی، از یاد نبرو. خواهری خود حقارت کرده هستی. یک کس خداوند جای همون زنده خودمون خود حقارت کند میفارد. دوراهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یک مرد بود دائم زنش پدر لعنت بگفت، دائم. هر روز بیدار شد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا پیغمبر بزرگوار همین همسری من دائم من لعنتی میگرد، هرچند خدمت چه میکنم، حرمت چه میکنم، عزت چه میکنم، بجای فقط پدر لعنت میگه چیکار کنم؟ گفتم پدر زنده است، گفت پدر مردگی است. پدر شوهر چی مردگی است. راه گفتم از قبرستان یک کف خاک از سر گوری پدرت گیر، یک کف خاک از سر گوری مادر گیر، بیار در کاس کشال کن. وقتی که پدر لعنت سر میکند بعد ناماشو نویس، نام پدری خود هم نویس، نام پدری خداوند داماد و شوهر هم نویس، کشال کن. وقتی که مادامی که لعنت میکنن نشانش ده چی لعنت دارد، بینید چی انشاءالله خداوند مذمت دارد. وقتی که میگد آورده کشال کرد، وقتی که داماد اومد و با پدر لعنت سر کرد نشانش داد که یعنی قبری چی خاکی پدری خودش لغزیده است. این پدر لعنت هم گیر میگردد ناحق باشی بوده با در سر فرشته میزننش. چی حق داری شما بر پدر لعنت گفتنی؟ میدانی پدر لعنت معناش چی است؟ معنای پدر لعنت از رحمت خدا ناامید شدگی است. ولی اکثر زنها هم خیلی هستن، اکثر زنها پدراش بچیکاش خداوند یتیم پدر لعنت صغیر و ها کرد دعا میکنند. ایاد نمرو که دعای مادر اجابت است. سه دعا است که دعای اجابت میشد، دعای پدر و مادر، دعای مظلوم، دعای مسافر. گرچه کافر باشم الله میگیرش. ایاد نمرو از این دعا شما رسولتان پرهیز کنید. لا شک فیه، در این شک و شبهه نیست. اگر خداوند پدر مادر چی دعا کنند میگیرد، خسرو کشتامن چی دعا کنند میگیرد، چون که پدر و مادر شما است. از یاد نبرید خداوند انشاءالله. اسلام چنین خداوند توصیه ها میکند. اسلام چنین انشاءالله خداوند چی دارد، از حرکت های بی‌ضرب ما شما را منع میکند. دختر جان مبادا در این خانه یگان انشاءالله کارت فرمایند چی گو خوب شد است گو. مبادا فریادت کنند لبای گو. معنای لبای من در خدمت دیارم خاله مادر جان، من در خدمت شما در تیارم پدر جان. مبادا یگان خطاها گذرد اگر حضور میبخشید منبر تکرار نمیشود گو. این توصیه بزرگان اسلام است. او میگد منبر دیگر اتا جان یا مادر جان یا خاله جان یا عمک جان یا مثال شوهر جان این خطاها منبر تکرار نمیشود گو. وقتی که خدا این معامله ها را میکنی الله سبحانه و تعالی رو چیکار میکند؟ بین شما خداوند محبت پیدا میکند، بین شما ایشون مهر و عاقبت پیدا میکند. چون که هر یک انسان آرزو میکند که وقتی که مثال از کوچه بیاید زن سخنی خوب گوید یا نمی. هر یک زن آرزو میکند که شوهرش از کوچه بیاید سخنی خوبش گوید یا نمی. که سخنی بد میفارد، هیچ کس نمیفارد خداوند. هماندم سخنی خوب، هماندم سخنی نیک میفارد. ولی خداوند شما اولا معاملاتون خوب کنید، شما اولا انشاءالله خداوند رفتار و گفتاراتون خوب کنید. شاید خداوند دختر جان به اجازت شوهرت یگان چیز دادن نزد خانه حق نداری، به اجازت شوهرت از خانه بولمدن حق نداری، فقط به اجازت شوهرت خداوند. تو امروز خداوند در این خاندان افامله نشینی، در این خاندان کتابت شدی انشاءالله خداوند. تو صاحب همین خانه، صاحب همین در و صاحب همین انشاءالله مرتبه شدی. دورهای حضرتی پیامبر علیه السلام بود، یک مرد جهاد می رود، جهاد می رود، بعد همسرش میگه که تا اومدن من از خانه بیرون نبرم. می رود ما باید یک اندر وقت میگذرد که خبر میاد که پدرت بیمار شد. بعد میگه شوهر من بودگی است که از خانه بیرون نبرم. گفتن روی پیش محمد پیغمبر زنده بودن، روی پیش محمد علیه السلام پرسید اگر محمد اجازه چیست
البته من بیرون میگم. وقتی که پیش خدا خدا رسول اومدم گفتن من حق ندارم. دخترم گفت اطاعت شوهر بکن. نرفتن. آن اول که داشت خبر آمد که پدر وفات کرده. با گفتن من شوهرم دیگه از خانه بیرون نمیرم. نرفت. این چی بود؟ تا چه اندازه الله میترسه که زنها بود. وقتی که یک روز شوهرش میآید و یک خوشبختی و یک زیبایی کنارش نگیرد در نزدش. کنارش نگیرد و میگه زنک چی گپ از دنیا یگان کار است. میگه بعد شما رفتن پدرم بیمار شد. خبر آمد نرفتم اطاعت شما را کردم. بعد یه اندر وفات کرد گفت نرفتم اطاعت شما کردم. آخر گفتن آخی میرفتی چی نشد؟ گفتن آخی اطاعت حرمت شما را کردم. پیامبر الهی وحی اومد. را گفت همون زن گفت خودشم پدرشم چیه؟ گناهش من مغفرت کردم و توفیل اطاعت کردنی شوهرش. برای اطاعت کردن چی؟ همسرش بینه. یک زن نگه بینه. دائم سخنش با بسم الله سر میکرده است. بینه. دائم. و خصلت ما و شما مسلمان ها بعد میخواد باشد. هر کاری خوب باید که به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود. همین زن دائم کاش به بسم الله میکرد نگه شوهرش میگه در غضب شد نگه. گفت من کار کنم که بسم الله گفته ندونم. کار کنم که شرمندش کنم باید توفیل بسم اللهش. بعد میگه مردک میگه یک کدمان پول شمیتید. میگه زنک همین کدمان میگه در یک جای میمون. میگه شد میگه میماند. مقصد مرد چی بود؟ همون کدمان اخلاقات گیرد و بجا کند و زنش شرمنده کند برای بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش. وقتی که میگه ماندی ها وقتی که زن میگه برای بعد کارهای بیرون نبرد همون کدمانش میگیرد و در دنی چا میپرتاید. وقتی که از زنم میآید و میگه همون کدمانی که داده بودم به من در کار شد همون کدمان بیا. وقتی که میآید جای موندگی بسم الله الرحمن الرحیم میگه حضرت جبرئیل الله سبحانه و تعالی فرمان میگیرد که زود همون من پول در جاش مون. یعنی همون زمان دست اینکه مرد تلخش میکفد میگه این حق است میگه بر ایمان میارد قلبش نه بسم الله الرحمن الرحیم جا میکند. ما هم انشاءالله خداوند هر کاری که میکنی به بسم الله گو. هر کاری که میکنی بگو بسم الله. هر لقمه‌ای که میخوری بگو الحمدلله. هر کاری که میکنی خدا خواهد گو کارت بر رواج میدهد انشاءالله. میگه هر کاری که میکنی و بسم الله الرحمن الرحیم گو. هر لقمه‌ای که فرو میبری الحمدلله رب العالمین گو. هر کاری که میکنی که شوی الله در کشمون خدا خواهد پگن این کار میکنم خدا خواهد این چیزا میکنم انشاءالله الله سبحانه و تعالی همه جهت همه طرفه انشاءالله خدا خواهد درجه تا بلند کردن میگیرد. انس بن مالک میگه من 10 سال خدمت محمد صلی الله علیه و سلم کردم. در دوام 10 سال یک بار این کار کردی این کار نکردی نگفت. یک روز میگه با یکچند وصیت دارم گفت. یکچند وصیت من همین است گفت وقتی که گفت از خانه از کوچه میایی با اهل آیله چی گفت؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته. چون که خدا سبحانه و تعالی گفت با تو فعل این سلامت خاندان شما رو چیکار میکنه گفت برکاتتون میکند. علمی خصلت ما و شما هم شود مرد بازم بر سلام بیاد. این که گرزد داماد عروس هستند اینا چیکار کنن خدا خواهد از در مرد هم درد السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته. وقتی که زنش از پیش شوهرش میدراید السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته. شما مادرتون و پدرتون خدا خواهد این سلام نامی خداست. عزیزانی من امروز این سلام از بین دور شد. همین یک عادت است نگه که دائم سلام گوین انشاءالله خداوند برکات و فضیلات زیاد میکند. حضرت عمر رضی الله عنه در کتاب منبیات میگن فرزندای شیطان 9 است. 9 شیطان فرزند داشته است یکیش داسیمون. همین داسیمون صاحبای خانه بوده است. در همون خانه چکا میگرد دار میزده است. وقتی که میگد من از کوچه بیاید بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته نگوید همون شیطان خداخد بین زن و شوهر جنجال میانداخته است.
حتی اینکه تا جدا شدن میبود از برادران، تا جدا شدن، تا جدا شدن انشاءالله خدا خواهد، تا جدا شدن خدا خواهد بردن انشاءالله چکا میکنه است؟ خدا خواهد حرکت میکنه است. بینید تا جدا شده بردن بین زن و شوهر نزاع جنجال میانداخته از شیطانی بدبخت. این شیطانی لعین دشمنی ما و شما است. ولی شما همیشه انشاءالله خدا خواهد از کجا میایید؟ السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته و بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله خدا خواهد کار آغاز کردن این سنتی پیغمبر صلی الله علیه و خدا خواهد بجا بیاره. وقتی که گفت از خانه میبرایی باز دو جایی کرند آدم ها را میبینیم. البته چی گفت؟ السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته. وقتی که کوچندکی میشناسی نمیشناسی این سلامته، چون که سلام نامی خدا است، از آن نبرانه. پیغمبر سلام شدگی بودن، یک جوان اومد چی گفتن؟ السلام علیکم. پیغمبر گفتن اشاره 10 ثواب گرفتی. دویم خدا خواهد آدم اومد گفتن السلام علیکم و رحمتulloh گفت 20 ثواب 20 گفتن. سوم انسانی که اومد السلام علیکم و رحمت و برکاته گفت 30 گفت. صحابه پرسیدن که یا پیغمبر یکم انسانی که السلام علیکم گفت شما 10 گفته، دویمش که السلام علیکم و رحمتulloh گفت 20 گفته، السلام علیکم و رحمت و برکاته گفت شما 30 گفته. این چی است؟ یکمش گفتن 10 ثواب گرفت، دویمش گفتن 20 ثواب گرفت، سومش گفتن 30 ثواب گرفت. السلام علیکم و رحمتulloh و برکاته 30 ثواب میکند. یکی گفتن با عمل تو چی است؟ یعنی کلام سالا را حرمت گفتن. برادران ما شما از خدا و کلامم یک روز باشدم، خدا خواهد کلام باشدم البته حرمت چه بجا بیاره. اینکه موی سفیدا هستن انشاءالله خدا خواهد در جمعیت ما و شما این موی سفیدا را خدا خواهد حرمت چه بجا بیاره. حرمت کردن این موی سفیدا خدا خواهد این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گفتم با کودکان رحم کنید. کودکایی که خدا خواهد انشاءالله در خاندان ما و شما است حد بیده و یار خدا خواهد لطوکوم نکنید و یار خدا خواهد حرمت چه بجا بیارید. حالا من گفتم که امروز تمامی مردم کودکاش دعای بد بکنند. نمی خدا خواهد ما همسالات نبینیم نه کله پریدش میموند نه دیگرش میموند نه خدا خواهد پدرلنش میموند نه صغیرش میموند. این اخلاقی که است؟ اخلاقی زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این اخلاقی ریحان است خدا خواهد. اخلاقی حمیده ما و شما خدا خواهد کودکان را نوازش بکنید. من رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار میکردن؟ در وقتی که خدا خواهد پیشو از آن گفتن می آوردن از آن گفتن نه. کودکان در دامنای پیغمبر سلام پیشاو میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیپرداختندش. رسول الله صلی الله علیه و سلم نوازش میکردن، حرمتش میکردن، بازی میکردن قدیش. چون کارت میگد با کودک افتاد با زبانی کودکی باید لب گشاد. وقتی که کار میگد با کودکی غلطید با زبانی کودکی میگد لب گشاد. با زبانی کودکی لفظ شیرین که زبان تا گاز میگد. بینید چنان خدا خواهد پیغمبر علیه السلام کودکان را نوازش میکردن. حضرت عمر در دوران خلیفگیش بینید کودکان را وقتی که کودکان خدا خواهد انشاءالله پیشو می اومدن بازی میکردن قدیشون نوازش میکردن. یک روز حضرت عمر شیشتگی بودن، عمر عادل یک انسان را چیکار میکردن؟ خط مینویسیدن. یک آدم خدا خواهد یک شهر خدا خواهد گوبرناتور حاکم میکنگی تعیین میکنگی گفتن نیستن. وقتی که نیسته شدن در دستش پریکاز قرار دادن بعد یک باره یک کودک میاد از بیرون دویده بغلی حضرت عمر نقشه میپرتاید. حضرت عمر نقشه پرتافته چیکار میکند؟ بازی میکند. حضرت عمر قدیش خدا خواهد کودک وارنه بازی میکند. حالا اگه مرد میاد که یا عمر میگد من میدونم که همین کودک نسبت شما یکان خشم و تباری ندارد. این قدری کودک شما نوازش کرده. من 10 فرزند دارم حال یگانتشم نوازش کرگی نیستم، یگانتش بوسه کرگی نیستم، یگانتش بغل کرگی نیستم، یگانتش که بازی کرگی نیستم. گفتن هم یک بار همون کاغذته همون کاغذه که دادن کاغذه گفتن درونده پافتن گفتن تو سبته حاکمی میشه. تو نسبت آیلت رحم نداری این خلق خدا نباید چی رحم بگی. بینید باید که ما و شما انشاءالله خدا خواهد کودکان را البته نوازش کنیم. کودکان را خدا خواهد تربیت انشاءالله خدا خواهد خوب کنیم.
وقتی که میگه مبادا یکان خطا کردمونی البته بزرگ میبخشید خدا خواهد انشاءالله و از دست چی کاری که میآید کار کن چون که خدا خواهد زیباگی زن در چی است؟ در یعنی هنرش است زیباگی زن در چی است؟ در لفت شیرینش است در معامله خوبش است خدا خواهد در رفتار و گفتار خوبش انشاءالله مردم بها بتن یا نمی امروز خدا خواهد دختر جان در این خانده همچک امتحان دستی تا مدت 1 ماه از امتحانی چندین خاندان میگذری کارت نفرمان میبینند خدا خواهد معاملت رفتارت گفتارت 18 سالی خدا خواهد پدر مادر تربیت کرد امروز خدا خواهد در 18 روز چکار میکند معلوم میشود در 18 روز خدا خواهد انشاءالله عیان میشود داستان میشود بین مردم برای همین بسیار خدا خواهد انشاءالله خوب شد بسیار انشاءالله محبت به همسرت بهنین شوهر و محبت سخت خدا خواهد حرمت کن عزت کن خدا خواهد انشاءالله خدمت کن انشاءالله البته حرمت میکنن خدمت میکنن خیلی رسمی البته خدا خواهد خالت تا جون دارد خدا خواهد اگر حرمت عزت شب جا بیار جون شبیتیت عزت کن خدا خواهد انشاءالله خدمت کن انشاءالله البته حرمت میکنن خدمت میکنن خیلی رسمی البته خدا خواهد خالت تا جون دارد خدا خواهد اگر حرمت عزت شب جا بیار جون شبیتیت همین ناز و نعمت همین خانه آنی تاست انشاءالله خدا خواهد امروز از همین بارد صاحب انشاءالله همین خانه شدید همین خانه ها چیزاش خدا خواهد احتیاط کن چیزاش خدا خواهد نادرست نکن مبادا میگد یکان چیز شکسته مونی بسیار کم نخور چون که دیگر درست نمی شود و پیاله شکستگی با چی نمی شود راست نمی شود و کاسه شکستگی دیگر راست نمی شود غم نخورو فقط عذر پرس خاله جان روزنم پیاله شکست نموندم خدا خواهد انشاءالله میبخشه از دست غیجی دارم دیگر این کار تکرار نمیشود گو همون زهاد میبخشن وقتی که ما چکار میکنیم درها گپ میگردونیم یا که درها خدا خواهد خر میکنیم درها دیگر میکنیم نسبت خدا خواهد کیلین و نسبت انشاءالله خدا خواهد خوشنامند چکار میکنند مینوس کار میشود سیکن انشاءالله غربت و چی دیگر سر میشد بودیم این کارا را خدا خواهد دختر جان میکن همیشه خدا خواهد خدمت اینا را کن خدمت شوهر بکن دعای همینا را گیر انشاءالله دو دنیا آباد میشود حالی بزرگان میگن یعنی دعا یعنی چی یعنی وای نکن خدا خواهد دعا گیر پول نگیر دعا گیر مقصد میگد هوا میگد درخت از هوا بهره میگیرد آدم از دعا عزیزانی من دعا اینها را گیر خدا خواهد مدت 5 سال 10 سال بعد خودم چی میشوی خدا خواهد اچه میشوی مدت 10 سال 15 سال بعد خودم خدا خواهد بابا میشوی چی معامله هایی که نسبت خدا خواهد خوشنامند نسبت انشاءالله خسورت نسبت شوهرت میکنی همون چیز از فرزندکات از دخترات از خدا خواهد دامادات میگیری کمات دین و تو دان میگد کدام چیزی که معامله کردی همون معامله خدا خواهد میآید ولی بعضی ها من میدانم خدا خواهد از روی کلماش و شکایت دارند همون خدا خواهد خوشنامند داند که یک زمان همین کار کردی بود این میآید این جهان کو است فعلی ما نیدا باز می آید سوی ما عکسی صدا یک عکسی صدا 10 سال 15 سال بعد میایی امروز شما مردکا مبادا پدرت بسرش داد کو مبادا بسر مادرت داد کو البته بچه دادت میگه نیاد اگر ما پدر مادرت این دنیا خدمت نکن البته فرزندات خدمت نمیکنن این خیلی است این قانونی خدا خواهد زندگی همین است آیسته آیسته 5 سال 10 سال بعد میبینی بعد پشیمون میشینی که افسوس سود نمیکنه خدا خواهد همین روز بارد توبه کنن روز بارد خدا خواهد بچه ها البته خدا خواهد پدر مادر رو تو خدمت کنی امروز چندین شکایت دارن میگه حرمت نمیکنن ما را عزت نمیکنن ما را خدا خواهد انشاءالله نوازش نمیکند پدرت خدا خواهد قدرش در زندگی است مادرت قدرش انشاءالله خدا خواهد در زندگی است بعدی وفات کردن فایدهش نیست بدی وفات کردن هیچی فایده چیست این بار زندهش نمی آید که نردی شما چکا کنه البته خدمتی خدا خواهد پدر کنی به زندهش ندیم مراتبه نمیاد که خدمت انشاءالله خدا خواهد بکنی شاعر میگه محل گشته نمی آید دوباره صدها زنی سری خود بسنگی خانه و صدها سنگات میدونی صدها پشیمون میشی صدها افسوس میگینه که سود نمیدیم
بلکه در زندگیش خداخواد قدریت را دانیم، در زندگی حرمت عزت خداخواد مهر و عاقبت کنیم. ولی وفات کردن فایدهش نیست خداخواد، چون که راضی خدا در راضی شوهر است، غضب خدا در غضب چیه؟ یعنی پدر و مادر است. غضب خداخواد در غضب پدر و مادر حیات نمی‌دارد. اگر پدر و مادر ناراضی باشد خداخواد، حضور و خوشتامن ناراضی باشد، عاقبت جزاش در دنیا هم در آخرت هم انشاءالله میگیریم. افسوس میخوری لیکن وقت میگذرد. افسوسی خداخواد به پشیمانی سود ندارد، پشیمانی انشاءالله فایده هم ندارد. بریم عزیزان من، خداخواد هوا هم خنک است، میبینیم که بعضی ها خداخواد خنک تحصیل کرد، بسرندوش رسودیم. البته انشاءالله خداخواد صحبت کنیم، صحبت بسیار است خداخواد انشاءالله. گردنیم خداخواد ماها سالها سخن خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداخواد ادا نمی‌شود. همیشه خداخواد این سخن‌ها جاویدان است، همیشه خداخواد. بریم امید میکنیم که از این صحبت‌ها خداخواد انشاءالله چیکار میکنیم؟ همه ما شما خداخواد یک خلاصه نمی‌آییم. از این صحبت‌ها خداخواد انشاءالله یک فکر و اندیشه میکنیم. از این صحبت‌ها خداخواد آیلام رو تیم میکنیم، روزگار رو تیم میکنیم، زن‌ها رو که خداخواد معامله رو نرم میکنیم و فرزندان و دیگر چیزامو خداخواد انشاءالله چیکار کنیم؟ ما و شما خداخواد زندگی هم رو خوب کنیم، معامله هم رو درست کنیم، رفتار و گفتار در جمعیت. خصلتانی میگه پیغمبر لاشه افضل منهما، دو خصلت است که از بین خوبتر خصلت نیست. یکی ایمان آوردن به خدا و فایده رسوندن به مردم. چنان زندگی کنید که شما از شما مردم فایده گیرد خداخواد، از رفتار و گفتار شما خداخواد، چی در جمعیت هم خدمت‌های خوب کنه خداخواد، چی در عائله، چی در خداخواد موی سفیدا، چی در بیگانا، چی در کشلاق وقتی که کارا می شود البته فایده رسون باشه که خداخواد آدما از شما بعدی وفات و آرزو کنند که کاش خداوند 10 سال دیگه عمرش زیاد میکرد، 20 سال دیگه عمرش زیاد میکرد که فایدهش دائم به مردم برسید، دائم مردم فایده میکرد خداخواد. خصلتانی میگه لاشه اخبث منهما، دو خصلت است که ایوان بدتر خصلت نیست، یکتاش به خدا شرک آوردن، فایده ضرر رسوندن به مردم. این خصلتی رذیل است، این خصلتی پسترین است که شما خداوند در این دنیا بعد از ساعت عبادت برای کار، برای خدمت کردن پدر و مادر، یا که برای خدمت کردن زنها شوهر، برای خدمت کردن جامعه شما را الله سبحانه و تعالی در دنیا خلق کرده است. خدا میگه در استعیذ بالله اما خلقت الانس والجن الا لیعبدون و لیعرفونی، ما نآفریدیم انسانها را، نآفریدیم جنها را مگرم برای عبادت من، مگرم برای شناختن من، برای خدمت من. خدا الله سبحانه و تعالی دنیا بعد از عبادت البته خدمت کنین، کار کنین انشاءالله خدا در جامعه و کار با انشاءالله کم نمیشید و کار شما زیان نمیکنید خداخواد. همیشه خداخواد این کار این چیزا شما را سعادتمند میگردوند. حتی پیغمبر سنتن که این خداوندم جوانی بیکار چه بد میگیرن، جوانی که از دست خداخواد انشاءالله کار می آید و خواب می رود و کار نمی کند و این دشمنی چی از خدا است. این الله یبغض الشاب الفارغ، خدا جوانی بیکارچی بد ببینه خداخواد، کار کنه به عوض این نمازاتو نخونه خداخواد، نماز ترک نکنی خداخواد، نماز باندا نخونه تا پیش نکار کنه، پیشی نخونه تا عصر نکار کنه، عصر نخونه تا شام کار کنه، شام خود تا خفته نکار کنه، خفتن دم می خداخواد نزد آیلت. چی ناز و نعمتی که الله داده شکرانه کن، شکرانه شه بجا بیار خداخواد. فقط ادامته، فقط در اسلام گناه نکنشید، سری گناه نری عزیزانی من. این گناه ها این دنیا هم جزا دارد، آخرت هم جزا دارد. خدا قرآن میگه استعیذ بالله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که مرچه زردک واریم خدا خواهد نیکی کند جزاش علامت، کسی که مرچه زردک واریم بعدی کند جزا تو میگیری، جزا مخیرم است. حضرت مولا میگه زی مکافاتی عمل غافل مشو، گندم زی گندم روید و جو زی جو، چونین میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بی دروی. خدا خواهد گردن کاری جو نمیگیری، کچکه کاری جوری نمیگیری،
چی کاری همه میگیریم به من در دنیا ما چی کاری کنیم خداوند انشاءالله همون رو میگیریم. برای این جوانی ما شما در گناه این جوانی تو در کارهای وزنی صرف نکن. اختنیم شبابی که قبل حرمی گفت شما جوانیتون غنیمت دونه پیش کشیدن عزیزان من جوان گفته بالای وزمین اوش کردن نگیر ولی دورای پیری خداوند عذاب بکشی میان از کار نبراری پاچکا از کار نبراری این روز ازلی است انشاءالله خداوند برای کاشته بساخت عذاب بده این روز میرسد روزی هر روزه میرسد از حق غمی بیهوده میخرد احمق هم خدا بگشت از من چیکار میکنم سهر نه و دورای پیغمبر را بیاد دار هیچی نداشت نان نبود هیچی نبود پیغمبر از گشنگی چیکار میکرد در شکمش سنگ بسته میگشت که توی که مردم نبینه که شکمش چسبیدگی بوده برای شکمش دیگه شیدنش دورمده برفتگی بود از گشنگی یک سنگ که بسته میگشت پیغمبر علیه السلام این ولی ما شما خدا خیلی این ناز و نعمت بی و یک بریدش خدا خد آدم سیر بشود شکرانی نعمتت افزون کند کفرانی نعمت از کفت بیرون کند اگر شکرانه کنیم الله زیادش میکند اگر کفرانی نعمت کنیم که کفنگی دیشان رو بیرون میکند این دائم شکرگزار باشیم الحمدلله امروز سیاری پولی است امروز یک زمان ما شما که زمانی خیر نشده است این زمانی سیری پولی زمانی عادلی این زمانی مهر عاقبت این زمانی جناب عالی بین جناب عالی خداوند بین امروز فقط غمی ما شما را خود است چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دائم غمی امت چه میخورد تا میبود زنده بود حبیبی ودود در غمی آسیانی امت بود این تا زنده بود فقط امت نگفت وقتی رستاخیز شود آغاز امتی گفته خیزد باز مگر روز قیامت هم محکمه سودین در همه پیغمبران یا ویلتا یا حسرتا یا نفسی گفت محمد یا امتی میگفته این پیغمبر دائم خمیم شما را میخورد حتی برای ما شما سلام بودگی بود سلام را بیرسان بر امتانم که من آنها رو دوست میدارم محمد گفت آمد میگه تا قیامت امتا من گفت من بیارت دوست میداشتم محمد تا زنده است روز قیامت هم خداوند ما شما را فقط میگن وقتی راستا خیزدم حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عزراییل سر قبرشون میمد است میگوید که محمد از ذات خیز وقتی حساب کتاب شد آواز نیست میگد وقتی قیامت قائم شد نیست آخر جبرائیل میگوید که وقتی حساب کتابی امتات شد و امتی گفته پیغمبر چیکار کردن سر برداشتیم دیده چنان پیغمبر خداوند امت هستی اینا دوست داشتنش است بر ما شما واجب است اینا عملاش کردن سنت است اگر طبق سنت های پیغمبر زندگی کنیم در اندک چیز قناعت بشیم اندک چیز قانع بشیم شکایت نمیکنیم از روی شکمو شکایت نمیکنیم از روی بیماریمو شکایت نمیکنیم از روی دیگر چیزامون ندیم هیچ کس شکایت نمیکنیم اگرچی روز قما شما از الله بینیم اگر با صبر باشیم با طاقت باشیم پیامبر اسلام 3 روز 4 روز عایشه مادر میگد هفته ها میشد دیگه ما علاقه نمیدید امروز شب به افکار نیست خاندان شما یاد شبه که به افکار نیست چی که بایگری دارد الحمدلله زنهای ما شما دخترهای ما شما چکا میکنند بالای دستاخوان آماده میکنند چی که دارد خدا قدر انشاءالله همین ما این محمد دوست داریم سنتی من دوست دارم و من دوست داشته کسی که من دوست دارم و با همراهی من در جنته انشاءالله خدا قدر دیم که همون سنت ها عمل کنیم طاعت کنیم عبادت کنیم گناه نکنیم عزیزانی من جوانیتون خدا قدر غنیمت دونه تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار مگر پشیمانی بدکار نمیدید بدی خداوند خواب گردیدن بدی خداوند نزد الله رفتن 1000 آرزو کنیم 1000 بگیریم نمیشود برای بار عبادت خداوند در جوانی کرگیر حضرت خداوند عبدالرحمن جو میگه که در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل میوه به نقصان بود از باغی بری نوبر است این درخت های نوشون خداوند این روز سیب و زردالهاشون خداوند نو جوان باشه چقدر میوه توشون میدید خلاص از میوهش انسان راحت میکند از میوه ها شوق میآید میگه شما را میگه چیکار کن میگه در جوانیت همچنان طاعت عبادت کن چون که در جوانی راست ایستادن پیش خدا درست است در جوانی رکوع خوب میکنی سجده های خوب میکنی طاعت عبادت خوب میکنی
میگویم که این درخت هم پیش شد خطور بشود. ما هم فقط پیشیدیم خدا خواهد انشاءالله راست ایستادن رو ملال میکنیم. ما هم پیشیم فقط خدا خواهد مسیر رفتن رو ملال میکنیم. ما هم فقط پیر بشیم خدا خواهد انشاءالله یک جا بومدن ملال از خلاص. حتی در طارت من اکثر موسیقی‌ها با ما سهاجا میکنند آیا بطی همین خانه بشه داملو جان طارت کرده امروز نمیتونم. همون ایام ما شما نمیاد. این جوانی چی نیست؟ نشاطی عمر باشد تا به 30 سال بچیل آی بیریزد پر و بال. هزار نبرار آدم تا 30 ساله میسازه 40 ساله کشیدی پر و بالت میشکنه با 50 آی یابی تو سستی با 60 آی نیابی تندرستی. همین 50 که دومد باید طور میکنی سست میشه 60 که دومد یاد آدم من 60 ساله رگو میگه عمالی پاچکین در میکنن عمالی داملو سرم در میکنن عمالی ره گشت نمیتونم نیابی تندرستی. با 70 مرگی مرد زیباست با 80 آی افتی اسبا. همین 70 نه این مردن خوبش دست که کسی محتاج نمیشه. 80 نه که بعدی با تقیه پاپا میشوی مثل نو کودک بودی 90 نه امیدی عمرست ای یار و 100 آی شوی از عمر بیزار. 100 که دومدی ای عمرت هم بیزار میشه. دومه که من موسیقیدار بیمارا کمپیرای بیمارا بعضی جوانای بیمارا پیش میرم یک دو است خداوند تیستر آسود میکنه. تیستر انشاءالله جان و بگی خلاص شما. سبب که ما شما طاقت عذاب الهی نداریم. ما طاقت عذاب خدا نداریم عزیزان. ما نداریم دیگه در کفی با طاقت خار دلیلی چون کنی در گلخنی دار ولی خار در پاچکت میخرم طاقت نمیکنی دار میگون گریه میکنی و چقدر طاقت میکنی در عذاب الله سبحانه و تعالی. ولی من عزیزان مخلاقات شما امرای عزیزاتون اخلاقات خور میکنی. امرای عزیزات در کارهای دشواری اخلاقات در کارهای مشقت ها کار نفرمید و یک خداخت گزلی خداخت در حقیق خداخت محمد صلی الله علیه وسلم قرائت میکنیم و اینکه افقاتم حاضر شد لا کلام این در حضوری تعام میگن در تعام خوردن خداخت کلام گفته نمی شود ولی خداخت به یک غزلی که در حقیق خداخت محمد است و قرائت میکنیم و خداخت دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی که سواند یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. قربانی که سوالت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. پیغمبری خدایی تفضیلی انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد. پیغمبری خدایی تفضیلی انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد. گردم من از جمالت از قامتی نهالت از پرتنی هلالت یا مصطفی محمد. گردم من از جمالت از قامتی نهالت از پرتنی هلالت یا مصطفی محمد. دل می رود بکویت این تاری مویت یک شب نمارویت یا مصطفی محمد. دل می رود بکویت قربانی تاری مویت یک شب نمارویت یا مصطفی محمد. امیدی امتانت دلی جمله آسیانت از معدنی شفاعت یا مصطفی محمد. امیدی امتانت دل جمله آسیانت از معدنی شفاعت یا مصطفی محمد. بودی تو سینه بیریان دایم به چشم گیریان از بحر اهل ایسیان یا مصطفی محمد. بودی تو سینه بیریان دایم به
چشمگیریان از در بحر اهل ایسیان یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد قربانی که سوالت یا مصطفی محمد پیغمبری خدایی تفسیری انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبری خدایی تفسیری انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد تمام میخونیم بعد خدا خواهد یک قرائت میتیم بعد دو میکنیم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عظيم عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن
الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله. بخشیدیم ثواب و ثمره های های کلام ربانی را بر رضای حق سبحانه و تعالی، خصوصا مرحوم جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برهون جمیع گذشتگان این منزل و مکان، بیکسان بیچارگان دور افتادگان غریبان شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت هم اهل خاندان جمیع گذشتگانشان خدا رحمت کنه، جایش یا جنت نه خالص الله صاحبش بخشیدیم. اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. ای پاک و پروردگار چه خیر احسان کرم خدا را به درگاه خود قبول نمایی، سایبان آخرت بگردانی در این خاندان، همیشه تیج آرام خاطر جمعی تنسیتی فیض و برکات همین دو ناجانه که اخلی نکاشنم خدا را بین آنها محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالح از غذای غیبی خودت کرامت نمایی و چون روز خودسندی را به کل خاندانی ما نصیب بداری. استعیذ بالله و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شما در نوری دیده تاجی سن دوملوی عزیز یک دعا خواند برای فرزند عزیزم، درد هوای نمشوی کامل دیت التماس میکنم از همه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. به پاک و پروردگارا همین مادرمون میشد، خواهرمون میشد، فرزندش بیمار بدیم خداوندا خودت از غذای غیبی خودت شفای کامل عطا نمایی. فرزند البته میوه انسان است، البته پدر مادر آرزو میکند که دائم فرزندا صحت باشد، سلامت باشد. همیشه خداوند که این جمعیت دعاش خداوند خودت اجابت بگردان، خداوند خودت شفای کامل و زودی خدا خواهد یعنی سلامت شده خدمتی پدر و مادر شو، خدمتی خیش و اقربا جمعیت میکرگی خداوند خود از فرزندهای صالح بگردانی. و آن خدا خواهد برادرانی که در سفر هستند خداوند سفرهای با برار، صحت بودی سلامت، با کیسه های پر، باری های سرخ، نزد خاندان، نزد وطن عزیز برگشتنش الله نصیب بیداری همیشه در برحمتک یا ارحم. شفاعت یا مصطفی محمد، امید امتانت دل جمله آسیانت از معدنی شفاعت یا
بودی تو سینه بیریان دایم به چشم گیریان از بحر اهل ایسیان یا مصطفی محمد بودی تو سینه بیریان دایم به چشم گیریان از بحر اهل ایسیان یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد قربانی گسوانت یا مصطفی محمد پیغمبری خدایی تفسیری انبیایی محبوبی ربنایی یا مصطفی محمد